آنچه را که مغز انسان تصور و باور می کند به آن می رسد. فصل دوم، اشتیاق نقطه آغازی همه موفقیت ها. گام نخست به سوی ثروت. وقت بیش از 50 سال پیش بارنز از پاییز در ایست آرنج پیاده شد. به خانه بدوشا بیشتر شباهت داشت، اما افکارش به افکار پادشاهان می ماند. وقتی از راه آهن به سوی دفتری توماس ادیسون رفت، ذهنش کار می کرد. خود را می دید که در حضور ادیسون ایستاده، صدای خود را می شنید که از جناب ادیسون می خواهد به او فرصت دهد تا به اشتیاق سوزانی که وجودش را در بر گرفته بود برسد. او می‌خواست همکار اختراعکار کبیر شود. اشتیاق بارنز امید و آرزو نبود، میل معین و مشخص بود. میل بود که به همه عملهای دیگر موافقت داشت. اشتیاقش قطعی بود. چند سال بعد بارنز در همان دفتری که نخستین بار ادیسون را ملاقات کرده بود در حضور او ایستاد. رویایش به حقیقت مبدل شده بود. او با ادیسون معامله می کرد. رویای بزرگ زندگی او به واقعیت پیوسته بود. بارنز موفق شد، زیرا برای خود هدفی مشخصی در نظر گرفت. تمام نیرو و توان و تلاش خود را درباره رسیدن به آن هدف صرف کرد. مردی که پلهای پشت سرش را شکست. 5 سال طول کشید تا به خواست خود برسد. در نظر همه بجز خودش او جز پیچ و مهره در کار ادیسون نبود، اما بارنز خود را شریک ادیسون میدید و این باور از همان روز که به دیدار ادیسون رفت لحظه او را ترک نکرد. به درستی که نیروی اشتیاق مشخص چه غیر عادی است. بارنز به هدفش رسید، زیرا میخواست شریک تجاری جناب ادیسون شود و این خواسته بود که او به آن بیش از هر چیز دیگری بها میداد. او برای رسیدن به هدفش برنامه فراهم کرد، اما همه پلهای پشت سرش را خراب کرد. او به پای اشتیاق خود ایستاد تا آن را به وسواس بزرگ در زندگی خود تبدیل کند و سرانجام به موفقیتی که انتظارش را میکشید رسید. اشتیاق سوزان او به واقعیت پیوست. وقتی به آرنج رفت به خود نگفت که سعی میکنم ادیسون را راضی کنم که به هر ترتیب شغل به من بدهد و من به ادیسون میگویم از راه دور آمدم تا شریک تجاری شما شوم. او نگفت که چشمانم را منتظری فرصتهای احتمالی میکنم تا در صورت شکست در سازمان ادیسون به آن بپردازم. بجای آن گفت که تنها هدف من این است که شریک تجاری ادیسون شوم. من تمام پلهای پشت سرم را خراب میکنم و برای رسیدن به هدفی که در سر دارم آماده میشوم. او برای خود راه بازگشت باقی نگذاشت. یا باید پیروز میشد و یا از بین میرفت. راه رسیدن به ثروت. مدت‌ها پیش که از جنگجویان بزرگ با موقعیت روبرو شد که باید تصمیم می‌گرفت تا موفقیت او را در میدان نبرد ضمانت دهد. او می‌خواست سربازانش را به جنگ دشمنی قدرتمند گسیل کند که شمار سربازانش به مراتب از سربازان او بیشتر بود. او سربازانش را سوار بر قایق به سرزمین دشمن برد. سربازان از قایق‌ها پیاده شدند و آنگاه دستور داد که کشتی‌ها را آتش زنند. این رهبر خطاب به سربازانش گفت: کشتی‌ها را می‌بینید که در آتش می‌سوزند؟ ما راه جز پیروزی نداریم که انتخاب دیگری نداریم. یا پیروز از میدان به در می‌آییم یا هلاک می‌شویم. آنها پیروز شدند. هر کس که از طلبگار پیروزی است باید کشتی‌ها و پل‌های پشت سرش را در آتش بسوزاند و راه‌های عقیم نشینی را بر خود ببندد. این گونه است که میتوان ذهن را در شرایط اشتیاق سوزان برای پیروزی قرار داد.
این شرط لازم برای موفقیت است. صبح روزی بعد از آتش سوزی بزرگ چیکاگو، گروه از کاسبان به خیابان استی استریت ایستاده به دود فروشگاه‌های سوخته خود نگاه می‌کردند. این کاسبان جلسه کردند تا درباره بازسازی فروشگاه‌های خود تصمیم بگیرند. می‌خواستند بدانند که آیا بهتر از فروشگاه‌هایشان را از نو بسازند یا چیکاگو را ترک کنند و در جای دیگری به کار و فعالیت سرگرم شوند. به جز یک نفر جملگی تصمیم به ترک چیکاگو را گرفتند. کاسبی که تصمیم گرفت تا بماند و فروشگاهش را از نو بسازد، در حالی که اشاره میکرد میگفت جنابان، من در اینجا بزرگترین فروشگاه دنیا را بنا میکنم. اگر 100 بار هم آتش بگیرد این کار را تکرار میکنم. از این تاریخ حدود 1 قرن میگذرد. فروشگاه بنا شد. امروز هم این فروشگاه در جای خود باقی است. این فروشگاه امروز ساختمان مناره شکل است که در سر اشتیاق سوزان آن مرد ایجاد شد. مارشال فیلد هم می توانست به همان سادگی دیگران با موضوع برخورد کند. وقتی شرایط نامناسب بود و اوضاع ناروشن به نظر می رسید، دیگران بساط خود را جمع کردند و به نقطه ساده تر رفتند. تفاوت میان مارشال فیلد و دیگران همان چیز است که اکثرا موفقیت را از شکست جدا می سازد. همه انسان ها وقتی به سینی می رسند که از نقش پول آگاه می شوند. توجه داشته باشید که خواستن تنها به ثروت نمی انجامد، اما مشتاق ثروت بودن با ذهنیتی وسواسگونه و آنگاه برنامه‌ریزی دقیق و تدارک راه‌های رسیدن به هدف و در برابر همه اینها دوام دادن پایداری در مقابل مشکلی‌ها وسیله ثروتمندی می‌گردد. 6 راه برای تبدیل اشتیاق به طلا. راه تبدیل میل و اشتیاق به ثروت از 6 مرحله مشخص و عملی تشکیل می شود که عبارتند از: 1. مبلغ مورد نیاز خود را دقیقاً مشخص کنید. با گفتن این که من پول می خواهم کافی نیست، باید رقم آن را مشخص کنید. برای این تصمیم گیری قطعی دلیل های روانی سرشمار وجود دارد که در فصل بعد به آن اشاره می کنم. 2. دقیقاً مشخص کنید که برای دستیابی به این پول چقدر مبلغ سرمایه می گذارید. توجه داشته باشید که برای رسیدن به هر چیزی باید چیزی را از دست بدهید. 3. تاریخ مشخصی را برای دستیابی به هدف خود در نظر بگیرید. 4. برنامه یگانه و قطعی را برای اجرای برنامه خود بریزید و زود دست به کار شوید. باید فوراً این برنامه را به مرحله اجرا بگذارید. 5. رقم پول مورد نیاز را بنویسید و زمان دستیابی به آن را مشخص سازید. درباره از خودگذشتگی خود تصمیم بگیرید. آنگاه برنامه را که می خواهید برای رسیدن به این پول به اجرا بگذارید در نظر بگیرید. 6. نوشته خود را با صدای بلند روز 2 بار قبل از خواب و به هنگام بیدار شدن بخوانید. در حال خواندن ببینید و باور کنید که صاحب این پول و این دارایی شده اید. مهم است که این دستور عملی 6 مرحله‌ای را دقیقاً اجرا کنید. بهتر است که این دستور عمل را در 6 قسم جداگانه بنویسید و آن را رعایت کنید. ممکن است به خود بگویید که نمیتوان به آنکه پول در اختیار داشته باشید خود را صاحب پول و ثروت ببینید. اینجاست که اشتیاق سوزان به کمک شما می شتابد. اگر براستی خواهان پول هستید و اگر این میل در شما به اشتیاق سوزان تبدیل شده است، می توانید خود را به راحتی باور کنانید که این پول را به دست می آورید. هدف خواستن پول است. باید به قدر تصمیم یافته باشید که بتوانید خود را باور کنانید که به آن خواهید رسید. آیا می توانید خود را 1 میلیونر ببینید؟ ممکن است. برای کسانی که از تجربه کافی برخوردار نیستند این دستور عمل به نظر غیر ممکن برسد. ممکن است برای همه کسانی که نمی توانند از نقش مهم این 6 مرحله آگاه شوند مفید باشد و بدانند
اطلاعاتی که به شما ارائه کردم آن را از اندریو کارنگی گرفتم و فراموش نکنید که کارنگی در یک کارگاه فولادسازی کار میکرد. توانست به کمک همین اصول 100 میلیون دلار سرمایه جمع کند. شاید دانستن این نکته برایتان جالب باشد که 6 مرحله تفسیر من به دقت به وسیله توماس ادیسون بررسی شد. او نه تنها این 6 اصل را تصدیق کرد، نه تنها معتقد بود که اینها برای جمع ثروت لازم هستند، بلکه معتقد بود که برای رسیدن به هر هدف میتوان از این 6 مرحله استفاده نمود. مرحله های پیشنهادی لازمی کار طاقت فرسا نیستند، لازمی از خودگذشتگی نیستند. برای اجرای آن لازم نیست کسی خود را در شمار مسخره ها قرار دهد. شرط موفقیت آموزش و تحصیلات رسمی زیاد نیست، اما شرط لازم کاربرد موفق این 6 اصل داشتن، تصور کافی و تصور ذهنی مثبت است که به شخص امکان درک این مطلب را می‌دهد که جمع ثروت را نمی‌توان به بخت خوش و چیزهایی که از این قبیل واگذار کرد. باید دانست همه کسانی که ثروت کلان اندوخته‌اند قبل از آن روی امید، آرزو و برنامه‌های در سر داشتند و بعد به این سرمایه دست یافتند. باید بداند نمی‌تواند بر مبلغ‌های عظیم ثروت دست یابد مگر آن که در سر اشتیاق سوزان برای آن داشته باشد و باور کنید که می‌تواند به آن برسد. قدرت رؤیاهای بزرگ. ما که در مسابقه رسیدن به ثروت شرکت کرده ایم باید بدانیم در دنیایی که در آن زندگی میکنیم به نقطه نظرهای نو، روشهای نو، رهبران و اختراعکاران و روشهای آموزشی نو، به روشهای نوی بازاریابی، به کتاب‌ها و ادبیات نو و برنامه‌های دیگرگون تلویزیونی و فیلم‌های سینمایی نو احتیاج داریم. با اینها توجه داشته باشید که از همه اینها مهمتر داشتن هدفی مشخص و قطعی است. باید این را خاص و به میل وسواسگونه تبدیل نمود. در عین حال ما که می‌خواهیم ثروت جمع کنیم باید توجه داشته باشیم که رهبران حقیقی دنیا توانستن از نیروی فرصتی مناسب که برایشان پیش آمده به خوبی استفاده کنند و این نیروها یا تکان فکری را در شهرها، کارخانه‌ها، هواپیماها، اتومبیل‌ها و هر جایی که زندگی را ساده‌تر کند تبدیل کنند. در کار برنامه‌ریزی برای ثروتمند شدن به کسی اجازه ندهید که رویای شما را از بین ببرد. باید با موفقیت‌های روزگار و دوران گذشته خود آشنا شوید. باید با زندگی کسانی آشنا شوید که رویای آنچه را که ارزشمند است به دنیای ما ارزانی داشته است و به من و شما امکان داده است تا استعدادهای خود را آشکار کنیم. اگر کاری که می‌خواهید بکنید درست باشد و به آن باور داشته باشید، سستی نکنید، قدمی به پیش بگذارید و رویای خود را جامه عمل بپوشانید. هرگز از گفته‌های دیگران توجه نکنید. توجه نکنید که ممکن است موقتاً شکست بخورید، زیرا شاید دیگران ندانند که در شکست با خود تخم‌های موفقیت و پیروزی به همراه دارد. توماس ادیسون ساختن لامپ را در رویای خود داشت. می‌خواست لامپی بسازد که با برق روشن شود. او تصمیم گرفت که به رویایش جامه عمل بپوشاند و آن که بیش از 1000 بار شکست خورد. آنقدر استاد تا موفق گردید. ویلند در رویای ایجادی شبکه فروشگاه سیگار بود. او نیز رویایش را جامه عمل پوشانید به طوری که امروزها فروشگاه‌های سیگار متحد برخی از بهترین منطقه‌های فروشگاه آمریکا را در بر گرفته است. برادران رایت در رویای ساختن ماشین بودند که در هوا پرواز کند. حالا هر کس در هر جای دنیا می‌داند که آنها رویایشان را به حقیقت پیوند دادند. مارکانی در رویای ایجادی نظامی بود که به سیم به کمک موجهای رادیویی خبررسانی کند. امروزها طبق عمل رویای او را می‌توانید در فروشگاه‌های رادیو و تلویزیون مشاهده کنید. شاید برایتان جالب باشد که بدان دوستان مارکانی به سلامتی فکری او شبهه کردند. او را به بیمارستان روانی فرستادند، زیرا معتقد بود به اصل دست یابد که می‌تواند به کمک آن پیام‌ها را به استفاده از سیم به شکل موج‌ها برساند. صاحبان رویا در روزگاری ما چیز کمتر از اینها ندارند.
دنیا پر از فرصت‌های مناسب است که رویاگران گذشته هرگز از آن آگاهی نداشتند. چگونه بر رویای خود جامه عمل بپوشانیم؟ اشتیاق سوزان برای بودن و انجام دادن نقطه شروعی است که باید صاحب رویا از آن بیاغازد. رویا از بی‌فرقی، تنبلی یا نداشتن الهام و آرزو رخ نمی دهد. توجه داشته باشید، همه کسانی که در زندگی موفق می شوند ممکن است در آغاز با دشواری روبرو باشند. ممکن است مجبور باشند به تلاش ناامید کننده دست بزنند. باید مشکلی ها را هموار کنند تا به هدف خود برسند. نقطه فرارسیدن موفقیت از لحظه های بحران آغاز می شود. جان بانیان قطعه ادبی مذهبی پیشرفت زائر را وقتی نوشت که او را به جرم باورهای مذهبیش به زندان انداختن و مجازات کردند. گندری وقتی از نبوغ ذهنی خود آگاه شد که در سیلولی زندان شهر کولومبس به سر میبرد، او مجبور بود که از قوه تخیل خود استفاده کند. در این زندان بود که به جای آنکه خود را مجرم نگونبخت ببیند، نویسنده بزرگ یافت. چارلز دیکنز تحت تاثیر فاجعه نخستین عشق زندگی خود بود که غم تا ژرفای وجودش نفوذ کرده بود. اما این ذهنیت آفریننده یکی از بزرگترین نویسندگان روی زمین شد. تحت تاثیر این فاجعه به نگارش آثار دیگری پرداخت. دیوید کاپرفیلد را نوشت تا خوانندگان آثارش خود را در دنیای بهتری بیابند. ایلن کپلر چند روز پس از تولد ناشنوا، نابینا و لال شد. برغم این همه بدبیاری، او در تاریخ نام خود را در جمع شخصان مشهور جای داد. ایلن کپلر ثابت کرد که اگر کسی خود را شکست خورده نپندارد، در شمار شکست خوردگان قرار نمی گیرد. رابرت برنز بیسواد بود و در فقر زندگی میکرد. بسیاری وقتهای خود را در میکده ها در مستی میگذراند، اما او به دنیای بهتری رسید، زیرا در شعر و شاعری افکاری زیبا داشت. این گونه خاری را کند و جای آن را گلی سرخی کاشت. بیتخوان ناشنوا بود، میلتون نابینا بود، اما نام این شخصان تا زمانی که دنیا باقی است بر زبانها باقی خواهد ماند، زیرا آنها در ذهن خود رؤیای دیدند و آن را جامه حقیقت پوشاندند. توجه داشته باشید که میان خواستن و آماده دریافت آن بودن فرقی وجود دارد. بدانیم هیچ کسی برای رسیدن به آن آماده نیست مگر باور داشته باشد که می تواند آن را به دست آورد. ذهن باید در شرایط باور باشد. امید و آرزو تنها کافی نیست. داشتن ذهنیت باز شرطی لازمی باور است. کسانی که ذهن خود را می بندند با حقیقت شجاعت و باوری غریبه می مانند. توجه داشته باشد که برای رسیدن به موفقیت، به قبول فقر و فلاکت نیاز نداریم. هر قدر در زندگی بخواهیم و امید داشته باشیم، همان اندازه به دست می آوریم. امید زیاد یا کم داشتن فرق فکری چندان ایجاد نمی کند. میل و اشتیاق طبیعت را فریب می دهد. در حساس ترین بخش این فصل مایلم که شما را با یکی از عجیبترین انسان‌هایی که تا به حال دیدم آشنا کنم. نخستین بار او را چند دقیقه بعد از تولدش دیدم. او از ابتدای تولد از لاله و بخش بیرونی گوش محروم بود. دکتر می گفت که او احتمالاً عمر ناشنوای و لال زندگی خواهد کرد. من نظری او را نپذیرفتم. این حق من بود، زیرا من پدر این کودک بودم. من نظری دیگر داشتم، اما آن را به صدای بلند نگفتم. آن را با سکوت در قلبم ایراد کردم. من از صمیم قلب خود باور داشتم
که پسرم میشنود و حرف میزند، البته میپرسد که چگونه. باور داشتم که باید راه وجود داشته باشد و باور داشتم که میتوانم این راه را بیابم. به یاد حرفای امرسون کبیر افتادم: به هر چی بنگرید درس از ایمان است. به تنها چیزی که نیاز داریم اطاعت است. برای هر کدام از ما راه وجود دارد. اگر خوب گوش دهیم کلمه های مناسب خود را میشنویم. کلمه های مناسب میل و اشتیاق از هر چیز مهمتر است. من آرزو کردم که پسرم ناشنوای و لال نماند. لحظه از این اشتیاق غافل نماندم. چیکاری از من ساخته بود؟ باید راه میافتم تا ذهن کودک را برای اشتیاق خود میکشادم. باید صدایم را به گوشهای بیرونی او به ذهنش میرساندم. باید وقتی فرزندم به قدر کافی بزرگ میشد تا من با او همکاری کنم. ذهنش را از اشتیاق سوزان پر میکردم، آنچنان سوزان که طبیعت با روش‌های خود بتواند این اشتیاق را به حقیقت جسمانی مبدل سازد. حادثه‌ای که یک زندگی را متحول کرد. ما یک دستگاه ضبط صوت خریدیم. وقتی فرزندم نخستین بار صدای موسیقی را شنید به وجد آمد. در یک مورد نواری را به تکرار گوش داد. در برابر ثبت آواز ایستاد. دندانهایش را به لبه ضبط صوت نگاه داشت. از این کار او سر نبرداشتم. سالها گذشت تا فهمیدم استخوان‌ها می‌توانند صدا را به گونه‌ای به انسان‌ها رسانند. کمی بعد از آن که او ضبط آواز را برای خود برداشت، دریافتم اگر با لبانم استخوان مشتی گوش او را لمس کنم و با او حرف بزنم، به راحتی متوجه گفته‌هایم می‌شود. وقتی مشخص شد که او می‌تواند صدای من را به خوبی بشنود، به میل شنیدن و حرف زدن را با انتقال دادم. به زودی دریافتم که فرزندم از این که شبها قبل از خواب برایش داستان گویم لذت میبرد. به همین دلیل برای او داستان سرایی میکردم تا اعتماد به نفس، به تصور و به میل شنیدن و طبیعی بودن او کمک کند. به خصوص یکی از داستانها را هر بار به شکل برایش تعریف میکردم. میخواستم در ذهنش این اندیشه را بکارم که ناراحتی جسمانی او یک دارایی بزرگ بود که ارزشی فراوان داشت. برغم این حقیقت که تمام فلسفه‌ای که من بررسی کرده بودم به درستی نشان میداد که هر ناراحتی و هر بیماری با خود امتیاز به همان اندازه به همراه دارد. باید اقرار کنم کمترین آگاهی در این زمینه که چگونه ناراحتی او میتواند تبدیل به یک دارایی شود نداشتم. پیروزی بزرگ با 6 سنت. اکنون این تجربه را بررسی میکنم. میبینم که ایمان پسرم به من نتیجه های حیرت انگیز داشت. مطلب هایی را که با او گفتم پذیرفت. من با او گفتم که این امتیاز خود را به شکل های گوناگون نشان خواهد داد. مثلا آموزگاران مکتب وقتی او را بیگوش میبینند به او توجه خاص مینمایند و با او به مهربانی بیش از دیگران برخورد میکنند و این کار بود که همیشه کردند. من همچنین با او گفتم وقتی به اندازه کافی بزرگ شود و روزنامه بفروشد، برادر بزرگش قبلا روزنامه میفروخت، در مقایسه با او از امتیاز بزرگی برخوردار خواهد بود، زیرا مردم وقتی میبینند که او به رغم نداشتن گوش باهوش و فعال است با او پول بیشتری پرداخت میکنند. وقتی قریب 7 ساله بود معلوم شد که شرایطی ها خاصی او برایش فایده های در پی خواهد داشت. ماه‌ها او التماس میکرد که با او اجازت بدهیم روزنامه بفروشد، اما مادرش با این کار موافق نبود. تا اینکه روزی به مراد خود رسید. بعد از ظهر یکی از روزها که با خدمتکارمان در منزل بود، از پنجره آشپزخانه به حیاط پرید تا برنامه را که در سر داشت اجرا کند. همسایه کفاشی داشتیم. از او 6 سنت قرض گرفت. با این پول روزنامه خرید. روزنامه را فروخت و با پول آن مجددا روزنامه های بیشتری خرید و این کار را تا غروب آن روز ادامه داد. وقتی کارش تمام شد 6 سنت قرض خود را پرداخت، اما 42 سنت در جیب داشت. وقتی آن شب به منزل برگشتیم در حالی که 42 سنت پول خود را در مشت خود نگه می داشت، در رخت خوابش خوابیده بود.
مادرش دستی او را باز کرد، سکه ها را برداشت و گریست. گریه برای نخستین پیروزی فرزندش به تناسب بود. واکنش من عکسی او بود. من از صمیم قلب خندیدم. دانستم که تلاش من برای آنکه در ذهن فرزندم امید به موفقیت و پیروزی را بکارم به نتیجه رسیده است. مادرش مشکل را در این میدید که کودکی کمسال و ناشنوا به خیابانها رفته و سلامتی خود را به خاطر پول به خطر انداخته است. اما در نظر من او کاسب شجاع بود و به خود باور داشت که به تشبث خود اقدام دلیرانه کرد و پیروز شد. از کارش راضی بودم. میدانستم او به شرایط دست یافته بود که در تمام مدت عمر از آن به فایده خود استفاده خواهد کرد. کودکی ناشنوایی که شنیدن را آموخت. پسری ناشنوای من به تدریج بزرگ شد. دبیرستان و دانشگاه را به آن که بتواند صدای آموزگارانش را بشنود پشت سر گذاشت. تنها وقتی آنها با صدای بلند از نزدیک با او حرف می‌زدند صدایشان را می‌شناخت. او به مکتب مخصوص ناشنوایان نرفت. ما این اجازه را به او ندادیم. تصمیم یافته بودیم که او زندگی طبیعی داشته باشد، با بچه‌های سالم و طبیعی رفت و آمد کند. ما پی این تصمیم خود ایستادیم، هرچند مجبور شدیم که به این دلیل با مقامات مکتب بحث‌های تند داشته باشیم. در مکتب کوشش کرد از نوع گوشک استفاده کند، اما این گوشک به او کمک نکرد. در آخرین هفته اقامت در کالج اتفاقی افتاد که تحول در زندگیش به وجود آورد. او تصادفاً به گوشکی نو دست یافت که به صورت آزمایشی برای او فرستاده بودند. او با نفرت آن را آزمایش کرد. قبلا هم چیز مانند این گوشک را امتحان کرده بود، اما نتیجه حاصل نشده بود. سرانجام گوشک را برداشت و با خونسردی و بی توجهی آن را روی سر گذاشت. بطاری‌هایش را وصل کرد. ناگهان عمر انتظار به پایان رسید. نخستین بار در زندگی می توانست مثل دیگران مطلب‌ها را بشنود. با شور و وجدی فراوان به سوی تلفن رفت. به مادرش زنگ زد و صدای او را به طور کامل شنید. روزی بعد او در شرایطی بود که می توانست صدای استادان دانشکده را به خوبی و بی کم و کاست بشنود و این نخستین بار بود که چنین چیزی را تجربه می کرد. نخستین بار توانست با دیگران حرف بزند و دیگران هم مجبور نبودند با او به صدای بلند حرف بزنند. براستی که او تولدی تازه یافته بود. میل و اشتیاق او ثمر داده بود، اما پیروزی‌هایش هنوز کامل نبود. او هنوز باید راه قطعی و مشخص می‌یافت تا بیماری خود را به سرمایه هم ارزش آن تبدیل کند. اعجاز اندیشه. او با علم به اهمیت موفقیتی که نصیبش شده بود و تحت تأثیر دنیای صدایی که نخستین بار به گوشش می نشست نامه به تولید کننده آن گوشک نوشت و با اشتیاق تمام تجربه خود را با او در میان گذاشت. نکته در نامه او سبب شد که به نیویورک دعوت شود. در نیویورک او را پیشواز گرفته تا کارخانه در احاطه محافظان بردند. در حال گفتگو با رئیس مهندسان نظریه، فکر، الهام یا هر کلمه را که شما انتخاب کنید به ذهنش رسید. این ذهنیت معلولیت او را به یک سرمایه تبدیل کرد که برایش پول و خوشبختی به ارمغان آورد. به ذهنش رسید که می تواند به میلیون‌ها انسان ناشنوا کمک کند. باید ماجرای و تجربه خود را برایشان شرح میداد. مدت 1 ماه با اقدام گسترده درباره نظام بازاریابی سازنده گوشک تحلیل و بررسی کرد و راه‌های و وسیله‌های یافت تا دنیای نوی خود را با دیگران در میان بگذارد. آنگاه برنامه 2 ساله ترتیب داد. وقتی طرح خود را به شرکت پیشنهاد کرد، زود به او شغل دادند تا به این رؤیای خود جامه عمل بپوشاند. وقتی سری کار رفت، تصمیم گرفت که امید و آسایش فکری را
به هزاران ناشنوا برساند که به کمک آن تمام عمر محکوم به ناشنوایی بودند. باور دارم اگر من و مادرش ذهنی برا طوری که میخواستیم پرورش نداده بودیم، بلیر برای همه عمر ناشنوای و لال باقی میماند. براستی اشتیاق سوزان چه آثاری حیرت انگیز بر جای میگذارد. بلیر به شنیدن صدای طبیعی شوق داشت. حالا به آن رسیده است شاید او هم در زمره بسیار از کسانی در می آمد که کارشان به فروش قلم عادی و کاغذ در کنار خیابان می انجامید. وقتی کودک بیش نبود در ذهنش این باور را ایجاد کردم که بیماری او برایش دارایی بزرگی خواهد شد که می تواند روی آن سرمایه گذاری کند. توجه داشته باشید که باوری همراه با اشتیاق سوزان را می توانند همه داشته باشند و از آن به فایده خود استفاده کنند. اعجاز ذهن. اجازه دهید ماجرای شومن خاینگ خواننده آوازه‌دار را در چند عباره کوتاه برایتان نقل کنم. شومن خاینگ به مدیر اپری ونس مراجعت کرد تا صدایش را آزمایش کند، اما مدیر اپرا این کار را نکرد. او به لباس کهنه دختر نگاه کرد، با تأسف آهی کشید و گفت با این وضعیت، با این ریخت و شکست چگونه میتوانی انتظار داشته باشی که در اپرا موفق شوی؟ دختری خوبی من، خواندن را فراموش کن. یک چرخی لباس دوزی بخر و لباس دوزی کن. تو هرگز نمیتوانی خواننده شوی. هرگز زمانی بسیار دراز است. مدیر اپرا والین از طرز خواندن آگاهی فراوان داشت، اما از قدرت اشتیاق که به حالت وسواس میرسد آگاهی چندان نداشت. اگر می داشت هرگز استعداد این دختر را به آن که او را بیازماید به اشتباه نمی گرفت. چند سال قبل یکی از همکاران من بیمار شد. هرچی می گذشت حالش وخیمتر می شد. سرانجام او را برای عملی جراحی به بیمارستان بردند. دکتر گفت که امکانیت چندان به نجات او نیست، اما این نظری دکتر بود، نظری بیمار چیز دیگری بود. درست قبل از اینکه او را به اتاق عمل ببرند زیر لب به من گفت ناراحت نباشی رئیس، چند روز پس از اینجا بیرون می آیم. سرپرستار با نگاه ناراحت به من نگاه کرد، اما واقعیت این بود که بیمار با سلامت از بیمارستان بیرون آمد. وقتی همه چیز تمام شد دکتر با او گفت تنها میل به زنده ماندن او را نجات داد، زیرا او به مرگ دهن کج نکرده بود و حتی فکر آن را به ذهن راه نداده بود. هرگز نمیتوانست زنده بماند. من به قدرت اشتیاق توأم با ایمان اعتقاد دارم، زیرا دیدم که چگونه این نیرو شخصان را از ذلت به قدرت و ثروت میرساند. دیدم که چگونه این شخصان به کمک آن در پی شکست‌های پیاپی به موفقیت رسیدند. دیدم که چگونه پسری خودم مرا به یک زندگی طبیعی، شاد و موفق هدایت کرد، حالان که طبیعت او را بیگوش به دنیا فرستاده بود. چگونه میتوان از نیروی اشتیاق استفاده کرد؟ در این فصل و در فصل‌های بعد به تفصیل درباره این موضوع بحث کردم. جان کلام این است که طبیعت با ایجاد اشتیاق سوزان ذهن انسان را چنان دگرگون می‌سازد تا مفهوم غیر ممکن را به رسمیت نشناسد و چیزی را به عنوان شکست نپذیرد.